سلام به همه، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی نظامی دیگه از کانال میلیتری وید. امروز تو این ویدیو میخوایم بریم و در مورد یکی از محبوب ترین و معروف ترین جنگنده های حال حاضر دنیا صحبت بکنیم. امروز میخوایم بریم و در مورد جنگنده صحبت بکنیم که بدنه اصلی ناوگان هوایی نیروی دریایی آمریکا رو تشکیل میده و جنگنده‌ایه که جایگزین F-14 های تامکت شده. امروز میخوایم در مورد جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت و به طور کل خانواده F-18 ها صحبت بکنیم. اگر میخوایم بدونید که داستان جنگنده‌های F-18 چطور بود، چی شد که این جنگنده ها ساخته شد، چرا و با چه هدفی ساخته شدند، داستان و سیر تکامل جنگنده‌های F-18 به چه شکل بود، چه مشخصات و ویژگی‌های فنی و تکنیکی دارند و اینکه این جنگنده‌ها چه نکات مثبت و چه نکات قوت و در کنار اون چه نکات منفی و نکات ضعفی دارند رو میخواید بدونید. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اینجا کانال میلیتری وید از من به شکل هفتگی ویدیوهایی با موضوعات نظامی، تانک ها، ناو ها، جنگنده ها و سلاح های مختلف منتشر میکنم. پس مطمئن بشید که اگر به این نوع از موضوعات علاقمند هستید کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم فعال بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و به نظرتون مفید بود اون رو لایک بکنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. دمتون گرم. بریم که ویدیو رو شروع بکنیم. در سال 1974 جنگنده‌های F-18 اولین پروازشون رو به نوعی انجام میدن و از اون سال به امروز این جنگنده‌ها همچنان در خط تولید باقی موندن. یعنی چیزی هول و هوش 50 ساله که جنگنده‌های F-18 در حال تولید هستن. همچنان جنگنده‌های F-18 توسط کمپانی بوئینگ تحت عنوان F-18 سوپر هورنت بلوک 3 در حال تولید هستش و اونطور که به نظر میاد قرار هم نیست که به این زودی ها از خط تولید کنار گذاشته بشن. خیلی معتقدن که جنگنده‌های F-18 تا سال 2030 به تولید ادامه خواهند داد. اما همونطور که گفتم این جنگنده ها اولین پرواز خودشون رو هولوش 50 سال پیش انجام دادن. اما اگه ما بخوایم در مورد داستان جنگنده F-18 بدونیم باید به سالهای 1972 برگردیم. سال 1972 سالی هستش که نیروی هوایی آمریکا جنگنده F-15 رو داشت به خدمت می‌گرفت. نیروی هوایی می‌خواست در کنار F-15 ها که به عنوان جنگنده های های لول طبقه بندی شده بودن یک جنگنده لو لولی هم داشته باشه که بتونن با هزینه و با مصرفی کمتر بخشی از مأموریت‌های F-15 ها رو به شکلی کارآمدتر و بهینه‌تر انجام بدن. جنگنده‌ای سبکتر، ارزونتر که بتونه بخشی از کارها رو هم انجام بده. در نتیجه پروژه‌ای با عنوان Lightweight Combat Aircraft شروع میشه و در نهایت به لیست کوتاه این پروژه دو شرکت با دو جنگنده باقی میمونن. شرکت جنرال الکتریکس با نسخه YF-16 و کمپانی نورتروپ گرومن با جنگنده YF-17 کبرا، یعنی پدر و جد F-18 ها. از سال 1974 این دو جنگنده وارد رقابت خیلی سختی با هم دیگه میشن و تو خیلی از در حقیقت پارامترها نسخه YF-17 بهتر بود، عملکرد بهتری نسبت به YF-16 از خودش نشون میده. اما نکته‌ای که بود این بود که YF-17 ها نسبت به 16 ها گرونتر و پرمصرفتر بودن و چیزی که نیروی هوایی دنبالش بود یک جنگنده ارزون و کم مصرف بود، چرا که اونا میگفتن آقا اگه ما کار سختی قرار انجام بدیم خب با F-15 ها انجام میدیم. در نتیجه YF-16 ها ترجیح نیروی هوایی بود و نتیجه اون هم پدید اومدن جنگنده های F-16 فایتینگ فالکون بود. اگه بخوایم میتونیم در آینده در مورد F-16 ها که جنگنده‌های بسیار مهمی هستن هم ویدیو ضبط بکنم. پس اگه میخواید که در مورد اون هم ویدیو ضبط بشه تو بخش کامنت ها بهم بگید. بعد از این پروژه که YF-17 یعنی نورتروپ به نوعی شکست میخوره، شرکت نورتروپ گرومن کم کم میرفت که پرونده YF-17 رو ببنده. همین که اینو داشتن پرونده رو میبستن، نیروی دریایی یک پروژه دقیقا مثل نیروی هوایی رو شروع میکنه. در همین سالها بود که نیروی دریایی هم تصمیم میگیره
که یک پروژه جدید رو شروع بکنه. اونها در اون سالها جنگنده F-14 تامکت رو داشتن به خدمت میگرفتن و دقیقا مثل نیروی هوایی اونها هم یک جنگنده کم هزینه تر و کم مصرف تر میخواستن که در کنار تامکت ها به خدمت بگیرن. همجایی که پارانتز باز بکنم که من قبلا یه ویدیو در مورد تامکت ها دارم که لینکش رو این بالا براتون میذارم تو بخش دیسکریپشن و کامنت اول هم که پین شده لینک اون ویدیو رو براتون میذارم که اگه خواستین میتونید برید اون ویدیو رو هم چک بکنید. پارانتز بسته، برگردیم سراغ داستان خودم. همونطور گفتم در کنار تامکت یک جنگنده جدید میخواستم و علاوه بر اون تو اون سالها نیروی دریایی از انواع مختلفی جنگنده ها استفاده میکرد. تامکت ها بودند، فانتوم ها بودند، جنگنده هایی مثل A6 ها و A7 ها هم بودند و نیروی دریایی یک جنگنده میخواست که جایگزین این جنگنده ها بشه. در نتیجه پروژه ای رو شروع میکنم. در نهایت به لیسته کوتاه این پروژه یک شرکت میرسه و اون هم مکدونالد داگلاس است. مکدونالد داگلاس برای این خواسته نیروی دریایی با شرکت نورتروپ گرومن وارد همکاری میشن و دوتایی روی نسخه YF-17 شروع به کار میکنن و اون رو بر اساس خواسته های نیروی دریایی بهینه میکنن. YF-17 که به نیروی دریایی پیشنهاد میشه با YF-17 که به نیروی هوایی پیشنهاد شده بود تفاوت‌های خیلی زیادی داشت. برای مثال ظرفیت حمل سوخت به شدت افزایش پیدا کرده بود و ساختار و توانایی‌های این جنگنده به شکلی تغییر پیدا کرده بودند که بتونه روی ناو هواپیما بر بشینه و از روی ناو هواپیما بر هم بلند بشه. تفاوت‌های خیلی جدی بین این دو نسخه وجود داشت. نهایتاً در سال 1978 جنگنده YF-17 برای اولین بار پروازهای آزمایش خودش رو شروع میکنه و در همون پروازها بود که ایرادات اساسی این جنگنده پیدا میشه. این پروازها ایرادات خیلی زیادی به نسخه YF-17 وارد میشه، اما شاید مهمترین ایراد سرعت این جنگنده بود. این جنگنده با سرعتی بسیار بیشتر از حد مجاز به ناوهای هواپیما بر نزدیک میشد و با سرعت خیلی بیش از حد مجاز هم از سطح ناو هواپیما بر بلند میشد. همین سرعت بالا هنگام فرود و هنگام پرواز احتمال و ریسک حوادث و حادثه های مختلف رو به شدت بالا برده بود و در نتیجه نیاز بود که این مشکل رفع بشه. در نتیجه مکدونالد داگلاس میاد و موتورهای این جنگنده رو محدود میکنن، قدرت و توانایی موتورها رو کاهش میدن و در نتیجه مشکل سرعت رو هم حل میکنن. با انجام دادن تغییرات دیگه و رفع برخی از نقایص YF-17 ها در سال 1983 جنگنده های F-18 در دو نسخه A و B به خدمت گرفته میشن. جنگنده های نسخه A جنگنده های تک سرنشین و نسخه B جنگنده های دو سرنشین بود. خلبات در جلو و افسر تسلیحات در پشت. از همون سال یعنی سال 1983 جنگنده های F-18 به خدمت گرفته میشن و جای جنگنده های قدیمی نیروی دریایی رو مثل A6 ها، A7 ها و F4 فانتوم ها رو میگیرن. همینجا یه پارانتز دیگه باز بکنم، من در مورد فانتوم ها هم ویدیویی دارم که لینک اون رو هم این بالا میذارم تو بخش دیسکریپشن و در کامنت اول هم لینک اون ویدیو رو میذارم، اگه خواستید میتونید اون ویدیو رو هم چک بکنید. این جنگنده یعنی جنگنده F-18 داشت جای جنگنده های دیگه نیروی هوایی رو میگرفت، اما خلبانا و کاربرای این جنگنده زیاد از این روند در حقیقت خوشنود و راضی نبودن. کاربران شکایت ها و اعتراضات زیادی به F-18 ها داشتن. نمونه مشکلاتی که F-18 ها داشتن عبارت بودند از: اولا تو همون سالهای اولی که F-18 ها به خدمت گرفته میشن، به واسطه فشار زیادی که به بدنه این جنگنده هنگام فرود و پرواز از روی ناو وارد میشده، ترک‌های روی بدنه این جنگنده ایجاد شد که خب این خودش یک مشکل بزرگ است. علاوه بر اون سیستم‌های کنترلی F-18 ها در سالهای اولیه مثل اینکه باگ‌های زیادی داشته که مشکل ساز میشد. در کنار اون خلبانا، به خصوص خلبان‌های تامکت، اعتراضات و شکایت‌های خیلی زیادی نسبت به سرعت این جنگنده داشتن و در کنار اون اعتراضات زیادی هم نسبت به برد موثر این جنگنده وجود داشت. تمامی این اعتراضات و شکایت‌ها مکدونالد داگلاس رو مجاب کرد تا یک نسخه آپدیت شده و بروز شده از F-18 ها رو تولید بکنه، یعنی F-18 هورنت. در سال 1987 بود که جنگنده های F-18 هورنت توسط مکدونالد داگلاس ساخته میشن. هورنت ها موتورهایی داشتن قوی تر و پایدارتر، بدنه داشتن قوی
محکم و مستحکمتر و همچنین سیستم ها و زیرساخت‌های الکترونیکی اونها هم بهبود پیدا کرده بود. این تغییرات باعث شد که بخشی از شکایات و بخشی از ایرادات F18 ها برطرف بشه و اون نگاه و دید منفی که نسبت به F18 ها وجود داشت تا حدودی برطرف بشه. اما زمانی که F18 های هورنت وارد نبرد اول خلیج فارس میشن بود که اونها تونستن خودشون رو تا حدودی اثبات بکنن و اعتماد خلبان ها رو به دست بیارن. اوضاع به همین منوال میگذره تا ما به سالهای 1990 میرسیم، سالهایی که نیروی دریایی تصمیم میگیره افسانه تامکت رو بازنشسته بکنه. تامکت ها خوشتیپ بودن، کاریزماتیک بودن، قوی بودن، سریع بودن، هر مأموریتی که بهشون میدادید رو میتونستن به نحو احسن و حتی بیشتر از اون چیزی که شما ازشون خواسته بودید رو به انجام برسونن. اما خب همه این موضوعات بهای سنگینی هم داشتن. تامکت ها جنگنده های بسیار پرهزینه و بسیار پرمصرفی بودن و علاوه بر اون نرخ نقص فنی بالایی هم داشتن. علاوه بر این ایرادات دیگه شوروی هم در کار نبود. در اون سالها اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشته بود و عملاً رقیبی که تامکت ها برای مقابله با اون ساخته شده بود دیگه وجود نداشت. تمامی اینها نیروی دریایی رو مجاب کرد که این جنگنده ها رو بازنشسته بکنه. پروسه بازنشسته کردن تامکت ها از سال 1990 شروع میشه و در سال 2006 هم پروسه بازنشسته کردن تامکت ها به اتمام میرسه و کاملا بازنشسته میشن. اما خب تامکت ها برن چی جاشون رو بگیره؟ در سال 1992 نیروی دریایی از پنتاگون میخواد تا یک نسخه مخصوص نیروی دریایی از جنگنده F-22 رپتور رو بسازن، اما پنتاگون به شدت با این خواسته مخالفت میکنه به علت مصارف بالای این پروژه. در ویدیوی F-22 رپتور که در آینده ضبط خواهم کرد میگم چرا این پروژه اینقدر پرهزینه شد. چون اصلا قرار نبود F-22 اینقدر پرمصرف و گرون قیمت بشه که حالا بذاریم این داستان بمونه واسه اون ویدیو، زیاد وارد حاشیه نشیم. F-22 که نشد، در این میان بعضی از شرکت‌های آمریکایی اومدن یک نسخه یه مقدار مدرن‌تر و پیشرفته‌تر و بروزتر و یه مقدار زرق و برقدار F-14 ها رو پیشنهاد دادن، اما همین پروژه هم با همون دلیل پرمصرف بودن کنار گذاشته میشه. F-22 که نشد، F-14 ها هم که نشدن، پس چه کار بکنیم؟ نیروی دریایی روش رو به سمت F-18 ها برمیگردونه. از مکدونالد داگلاس میخواد یک نسخه بسیار قدرتمندتر و بهتر از جنگنده های F-18 هورنت رو برای جایگزینی تامکت ها تولید بکنن. نتیجه این خواسته پروژه مدرنیزاسیون عظیم بود که روی هورنت ها انجام میشه و جنگنده های سوپر هورنتی بودن که از پس این مدرنیزاسیون به وجود میاد. وقتی شما یک جنگنده هورنت رو در کنار یک جنگنده سوپر هورنت قرار میدید، اگه یک کم دقت بکنید تنها تفاوتی که شاید احساس بکنید اونم تفاوت در ابعاد است. یک کم سوپر هورنت بزرگتره که واقعا هم اینطور هست. سوپر هورنت ها یک کم کشیده ترن، پهنای بال بیشتری هم دارن، اما به غیر از طراحی این دو تا جنگنده میتونم بگم که هیچ شباهتی با هم ندارن و دو تا جنگنده کاملا مجزا هستن. اما تفاوت‌ها چیه؟ اولا سوپر هورنت ها از موتورهای بسیار قدرتمندتر و پایدارتری استفاده میکنن که عملکرد بهینه تری دارن، یعنی قدرت بالاتر رو با مصرفی کمتر در اختیار شما قرار میدن. علاوه بر اون در بدنه سوپر هورنت ها از مواد کمپوزیتی بسیار بیشتری استفاده شده که مقاومت این جنگنده رو بالا برده. در کنار اون در حقیقت حجم و میزان باری که این جنگنده میتونه حمل بکنه یا به اصطلاح میزان سلاحی که این جنگنده میتونه حمل بکنه هم به شدت افزایش پیدا کرده. در کنار اون سطح مقطع راداری سوپر هورنت ها هم برای اینکه تشخیص این جنگنده در رادارها سخت‌تر بشه هم کاهش پیدا کرده. سیستم های الکترونیکی و زیرساخت‌های الکترونیکی این جنگنده هم کاملا تغییر پیدا کرده و شاید یکی از مهمترین تغییرات اینه که رادار سوپر هورنت ها با یک رادار AESA جایگزین میشه. اما خب تمامی این تفاوت‌ها و تغییرات باعث میشه که جنگنده سوپر هورنت در سال 1995 تبدیل بشه به یکی از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین جنگنده‌های موجود در آمریکا. خیلی هم سریع شروع میکنن به جایگزین شدن سایر جنگنده‌ها مثل تامکت ها و در مدت زمان نچندان طولانی F-18 های سوپر هورنت تبدیل میشن
به اصلی ترین جنگنده موجود در نیروی دریایی آمریکا. جنگنده های F-18 همونطور که گفتم در حال حاضر ستون فقرات نیروی دریایی آمریکا هستند. اما علاوه بر آمریکا 7 تا کشور دیگه هم هستن که از جنگنده های F-18 استفاده میکنن. این 7 کشور عبارتند از استرالیا، کانادا، اسپانیا، فنلاند، سوئیس، کویت و مالزی. این 7 کشور علاوه بر آمریکا دارندگان و کاربران F-18 هستند. اگه تا اینجای ویدیو از این ویدیو خوشتون اومده و به نظرتون مفید بوده حتما اون رو لایک بکنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. برای از دست ندادن ویدیوهای نظامی آینده کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم فعال بکنید. هر نظر و پیشنهادی هم تو بخش کامنت ها برام بنویسید، من همه اینها رو میخونم بهشون جواب میدم. دمتون گرم. بریم که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. خیلی خب، این بود از داستان و سیر تکامل F-18 ها. چه شد که ساخته شد، با چه هدفی ساخته شد و چه مسیری رو طی کرد. حالا اگه موافقید بریم سراغ مشخصات و ویژگی های فنی و تکنیکی این جنگنده چه ویژگی هایی داره. همه اینجا بهتون بگم، همونطور که گفتم این جنگنده الان نزدیک به 50 ساله که داره ساخته میشه و خب طبعا نسخه های خیلی مختلفی از این جنگنده ساخته شدن، ولی من فکر کنم منطقی باشه که مشخصات فنی رو از نسخه‌ای بریم که در حال حاضر در تولید انبوه قرار داره. پس توجه داشته باشید، این اعداد و ارقامی که من قرار بهتون بدم مربوط به نسخه‌ای هست که در حال حاضر در تولید انبوه قرار داره. بریم که مشخصات فنی رو بشنویم و ببینیم. جنگنده F-18 سوپر هورنت، جنگنده‌ای با طول 18.3 متر، ارتفاع حدود 4.88 متر و عرضی بالغ بر 13.6 متر. این جنگنده وزن خالی هولوحش 10.4 تنی و بیشین وزن 25.4 الی 25.5 تنی داره. این جنگنده توسط 2 عدد موتور توربوفن ساخت جنرال الکتریکس با عنوان F400-404 قدرت دهی میشه. این موتورها میتونن این جنگنده رو به سرعت 1.6 ماخ برسونن. همینجا یک پارانتز عالی بگیم باز بکنم، من تو برخی از منابع دیدم که عدد 1.8 ماخ رو نسبت میدن. مثلا ویکی‌پدیا مثلا عدد 1.8 ماخ رو نسبت میده، اما تا جایی که من نگاه کردم، تا جایی که من تحقیق کردم، عموم منابع معتبر روی عدد 1.6 ماخ اتفاق نزدن و به همین دلیل من فکر میکنم که 1.6 ماخ عدد معتبرتری هستش. بریم سراغ پارانتز بسته، بریم سراغ ادامه مشخصات فنی. این جنگنده برد شکاری حدود 1480 کیلومتر و برد تهاجمی 2130 کیلومتری رو داره. البته توجه داشته باشید این بردهایی که بهتون گفتم برد رفت و برگشت هستش، یعنی این جنگنده برای مثال برد شکاری 740 کیلومتر رفت، 740 کیلومتر برگشت رو داره. این جنگنده حداکثر برد 3335 کیلومتری رو داره با در اختیار داشتن 3 تا تانکر سوخت خارجی. سقف پرواز خدمتی این جنگنده هم 15240 متر هستش. اما بریم سراغ جنگ افزارهایی که F-18 ها در اختیار دارن. F-18 ها یک توپ مکانیک استاندارد جنگنده های آمریکایی، یعنی توپ M61 ولکین رو با حدود 570 فشنگ آماده شلیک در اختیار داره. علاوه بر اون 12 جایگاه اتصال هم در زیر بدنه و زیر بالهای این جنگنده قرار داره که شما میتونید انواعی از موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین رو به این جایگاه ها متصل بکنید. حتی میتونید بمب هم به این جایگاه ها متصل بکنید. این جنگنده تقریبا میتونه همه موشک‌ها و همه بمب‌های ساخت آمریکا و بسیاری از موشک‌ها و سلاح‌های ساخت متحدین آمریکا رو استفاده بکنه. برای نمونه این جنگنده میتونه از موشک‌های هوا به هوای سپارو، سایندوایندر، آمرام استفاده بکنه، از موشک‌های هوا به سطح شرایک، ماوریک و هارپون استفاده بکنه. علاوه بر اون این جنگنده میتونه از انواعی از بمب‌های هدایت لیزری، هدایت الکترواپتیک، هدایت ماهواره‌ای، بمب‌های چند منظور، بمب‌های خوشه‌ای و حتی بمب هسته‌ای رو هم حمل بکنه. همونطور که می‌بینید جنگنده‌های F-18 یک انبار مهمات خیلی غنی و متنوع و پرشماری دارن که این خودش یکی از نکات مثبت و نقاط قوت
این جنگنده محسوب میشه. ولی خب این هم بود از مشخص فنی و تکنیکی این جنگنده. اما حالا بیاین برای جمع‌بندی نکات مثبت و نکات منفی، نقاط قوت و نقاط ضعف این جنگنده رو کنار هم بذاریم، ببینیم که آقا این جنگنده چطور جنگنده‌ای هستش. جنگنده F18 الان هول و هوش 50 ساله که دارن ساخته میشن و این یعنی این جنگنده ها در طی این 50 سال بارها تست شدن و بارها ایرادات، عیب‌ها و نقص‌های این جنگنده ها شناسایی شده و در نتیجه این ایرادات برطرف شده. نکته دوم، در قالب همین 50 سال جنگنده‌های F18 تونستن تجربه نظامی بسیار بالایی به دست بیارن. کسانی که از تجهیزات نظامی سر در میارن میدونن که تجربه نظامی و تجربه جنگی برای یک جنگ افزار چقدر مهم است و چقدر حائز اهمیت هستش. نکته مثبت سوم همین انبار مهمات غنی این جنگنده است. این جنگنده یک انبار مهمات خیلی غنی هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ تعداد رو داره که یک نقطه مثبت خیلی خیلی مهم برای این جنگنده است. اما نکات منفی این جنگنده، اولا این جنگنده یک جنگنده نسل 4 است و ما کم کم وارد نسل 5 و حتی خبرهایی از نسل 6 هم به گوش میرسه که در مورد جنگنده نسل 6 هم من ویدیو خواهم ساخت. اما این جنگنده یک جنگنده نسل 4 هست، یعنی یک جنگنده قدیمی محسوب میشه. نکته منفی دوم اینه که این جنگنده یک جنگنده رادارگریز نیست. امروز خیلی این بحث رادارگریز داغ شده. همه کشورها وقتی یک جنگنده جدید میسازن میرن سراغ قضیه رادارگریزی، این که در رادار دیده نشه و از این داستانا. در حال این هم یکی از ایرادات F18 هستش و ایراد بعدی F18 ها سرعتشون هست. همونطور که گفتم سرعت این جنگنده هولوش 1.6 ماخ هست که یک مقدار سرعت پایینیه و یکی از نکات منفی و ضعف جنگنده F18 همین سرعتش است. این بود از داستان و ماجرای جنگنده F18، مشخصات اون و همچنین یک آنالیز ریز، یک نکات مثبت و ضعف ریزی هم در مورد F18 ها گفتیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و به نظرتون ویدیوی مفیدی بود، حتما اون رو لایک بکنید. کانال من رو برای از دست ندادن ویدیوهای نظامی آینده سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم فعال بکنید. این ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید و هر نظری هم دارید تو بخش کامنت ها برام بنویسید. در انتها 2 تا ویدیوی دیگه بهتون پیشنهاد میشه که اگه خواستید میتونید از بین اونها یک رو انتخاب بکنید و ببینید. تا ویدیو بعدی